درود بر شما. خوش اومدید به این قسمت از کالتیکست. خب امروز میخوایم درباره مبحث موفقیت صحبت کنیم با هم دیگه. آقا ارشیا چی واسمون آورده امروز؟ راستش برای این قسمت من بهترین گزینه رو کتاب کوین ترودو دونستم. کتاب آرزوی تو دستور توست و فکر میکنم یکی از بهترین کتاب‌ها در حوزه موفقیت و از نظر خودم رتبه 1 داره و فکر میکنم یکی از عالی ترین هاست، چون که خود کوین ترودو یکی از افرادیه که واقعا موفقه و اگه بخوام بیشتر ازش توضیح بدم، توی انجمن‌های مخفی آمریکایی یا حالا جهانی بوده، حالا مثل بیلدربرگ یا مثلا سازمان برادرهود و خب 100% میدونه که قانون‌های موفقیت و رسیدن به هدفمون تو این دنیا چیه. خب سراغ آدم خوبی رفتی، بریم ببینیم قانوناش چیه. اصل اول اینه که به چه کسی گوش میدهید، یعنی واقعا خیلی تاکید داره خود کوین ترودو روی این اصل که ما داریم به چه کسی گوش میدیم و اون شخص آیا صلاحیت اینو داره که ما بهش گوش بدیم. خب قطعا اگه صلاحیت نداشته باشه قطعا ما موفقیت خب یکی از چیزایی که توی مصاحبه‌مون با استاد عباس‌زاده داشتیم این که به ما گفتش که کسی که دارین به اصطلاح خودشون توی ویدیو هم گفتن فالوش میکنین، این که صلاحیت اینو داره که شما دنبالش میکنین یا به عنوان الگو قرارش دادین. چه کسایی اونو تاییدش میکنن، یعنی قبولش دارن، یعنی تو هر چیزی باید اون کسی که دنبال میکنین یه سری افراد تاییدش کنن، صرفا فقط از طرف تبلیغات نباشه. و به نظر من این موضوع مهمیه که ما به چه کسی گوش میدیم. خب توی حوزه موفقیت شما اگه یادم فوتبالیستی باید به کسی گوش بدی که به ته فوتبال رسیده، یا تو هر چیزی که مثالشو بزنی افراد بزرگی هستن که به اون درجه بزرگ رسیدن. و خب وقتی شما میخواین به یک کسی گوش بدین، قطعا به نظر من موضوع مهمی که وجود داره اینه که زندگی نامش هم بدونین دیگه چه کارهایی انجام داده به اینجا رسیده. دقیقاً. و خود کوین ترودو تعریف کسی که ما باید بهش گوش بدیم اینو میگه که شما باید به کسی گوش بدید که به اون چیزی که شما میخواید رسیده باشه و اون جایی که شما بودید یه زمانی اون هم بوده باشه. یعنی الان وقتی مثلا تو مرحله 2 و داری تلاش میکنی، داری زحمت میکشی، داری آموزش میبینی، دقیقاً اون آدمه هم یه زمانی تو جایگاه تو بوده، یعنی بوده باشه و الان که هست به اون چیزی که شما میخواید رسیده باشه که میخواید دنبالش بکنید. مثلا چه میدونم میخواید تو پیانو حرفه‌ای بشید، باید اون استاد حرفه‌ای باشه، خودش چه میدونم تحصیل کرده باشه یا به صورت علمی یا تئوریکی خیلی قوی باشه، چه میدونم شاگردهایی که داشته به مقام‌های بالایی رسیده باشن، رزومه خوب. آره دقیقاً، یعنی رزومه خوب داشته باشه که ما بتونیم صلاحیت اینو بهش بدیم که دنبالش کنیم. نکته دوم اینه که شما باید قابل آموزش باشید و قبول کنید که میخواید تغییر کنید. اصلا اول از همه بیایید به میزان آموزش پذیریتون از 1 تا 10 نمره بدید و از میزانتون برای قبول تغییر نمره بدید. اگر که جفتش 10 باشه 10 در 10 میشه 100 و شما 100% موفق میشید. اما فرض کنید یکی از اونها 0 باشه، شما هیچ وقت قرار نیست موفق باشید، چون یکی از ترازوها میلنگه. شاید بخواید قبول کنید 100% که میخواید تغییر کنید، ولی از این ور اصلا نمیخواید آموزش ببینید. و چیزی که خود کوین ترودو میگه که حاضری بهای این داستانو بدی و از وقتت بزنی، خرج کنی براش، یا حتی میگه که حاضری از چه کارهای مورد علاقت بزنی. مثلا کار مورد علاقت فوتبال دیدنه، کار مورد علاقت چه من بیرون رفتن با دوستاته، یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه باشه. ولی خب این نکته رو اینجا اضافه کنم، این که ما میگیم از این کارو باید بزنی، یا توی شاید سوشال مدیا دیده باشید که میگن باید عشق و حال و در روش ببندی، به نظر من کاملا اشتباهه. چون اگه شما در عشق و حال کاملا هم ببندی و موفق بشی بعد چند سال، شما به قول یه موفق افسرده‌ای، و این موفق افسرده یه موفقیه که خب شاید کلی مال و ملال یا نعمت‌های مادی معنوی زیادی داشته باشه، ولی از درون یه انسان افسرده است، یه انسان ناراحته. میونه حرفت به نظر من چیزی که اول واسه حوزه موفقیت باید دربارش کار کنیم ذهنمونه، که همون آموزش پذیری، این که ذهن قبول کنه
که شما شخصیتت قراره فرق کنه، قراره تلاش‌های زیادی بکنی، تو این حوزه قراره فداکاری‌های زیادی انجام بدی و اینکه خب از همه چیز بزنی. به نظر من نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، نیومدیم زجر بکشیم کامل بخوایم موفق باشیم. خب اون زندگی رو بی‌معنی میکنه. همچنان که دارین زندگی میکنی خب باید این فداکاری هم وجود داشته باشه. اگه 7 بار در هفته اون تصورت چیزی رو باور داشته باشه، تو تقریبا نصف راهو رفتی. خب این تو رو به اون موفقیتی که مد نظرت نزدیکتر میکنه. دقیقاً عرفان حرف منو کامل کردی و همون چیزی که میخواستم در ادامه بگم گفتی و مرسی ازت. یعنی ما بخواستیم بگیم که خب اگه که 10 بار اشغال میکردی قبلا، الان بیا بکنش 2 بار، کمترش کن، ولی اصلا کنارش نذار، چون واجبه یه انسان تفریح و خوشگذرونی و عشق و حال و استراحت دادن به جسم و ذهنشه، جسم و ذهن و روحشه. خب تا اینجا خیلی مبحث خوب پیش رفت، اما اینجا فکر میکنم یکم مهمتر بشه. اصل سوم، بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت. اینجا که بنتورودو میگه که 2 تا کفه ترازو وجود داره. یک کفه ترازو تلاش ذهنیه و یک کفه ترازو تلاش فیزیکیه، که از منظر کوین تورودو اینه که ماها باید کارهامون رو و به طور کلی این اصل میگه که کارها باید 99% داخل ذهن جلو برده بشه و فقط 1% تلاش فیزیکی داشته باشیم. حالا فکر می‌کنیم مثلا منظوری کوین تورودو از اون 1% یا اون 99% قطعاً به نظر چیه؟ من این 1% یه نوع مبالغه هستش که خب این یه چیز نرماله که هر کسی باید تلاش خودش داشته باشه. اما اینجا منظور از این 99% برای چیزی که برای ما نوشته، منظورش اینه که قدرت ذهن ما انقدی هست که اون مسیر گسترده ای از این موفقیت رو مغز ما پیش ببره. یعنی شما با تصور کردن میتونید اون چیز رو، بخش گسترده ایش رو داشته باشید. مثل مثالی که کتاب قانون موفقیت واسه ما آورده از ناپلئون هیل، به ما میگه که مثلا کسی مثل نیکولا تسلا وقتی میخواست یه چیزی رو بسازه، حتی آپدیت ها و ویرایش های گسترده اون رو تو ذهنش انجام میداد. یعنی اگه مثلا این میکروفون رو میساخت، آپدیت های بعدیش هم تو ذهنش داشتش که قرار چیکار کنه. یا کسی مثل ادیسون و تمام کسایی که بودن. خب این یه چیز مهمه که تو باید تصور کنی اون چیزی که میخوای رو باید توی دنیای دیگه، توی ذهن خود داشته باشی. وقتی خودت باور نداشته باشی، خب چرا باید توی دنیای واقعی این اتفاق بیفته؟ اصلا خیلی جالب. مثلا اون روز داشتی با عرفان یه متنی رو ترجمه کردیم و میخونیم، در مورد همین ادیسون بزرگ میگفت. یعنی میگفت که یه دستگاهی رو این اختراع کرده، قبل از اینکه اصلا به وجودش بیاره تو ذهنش اینو کامل دیده و کامل ساخته. حالا اون دستگاه چیه؟ یه دستگاهی به اسم تاکینگ ماشین که آره سینموبیل، یا حتی همین لامپی که دیگه معروف ترین اختراعی که داشته، یا مثلا اون همون تاکینگ ماشین مثل همین دستگاه ضبط صوته. یعنی اون موقع یه دستگاهی رو درست کرده که وقتی شما اون حرفی رو که میزنید به قولی ضبط میکرده و متنش رو هم مینوشته. خب خیلی جالبه که ما داریم درباره یه دوران خیلی گذشته صحبت میکنیم. این تاکینگ ماشینی که میگیم الان مثالش مثلا ربات‌های تلگرامی اومده یا چت جی پی تی یا چیزایی که اون موقع درست کرده با دستگاه، واقعا خیلی خفن بوده. چون اینا پرداخته تصوراتش بوده و واسه هر چیزی توی این مسیر موفقیت، هر چیزی رو که میخوایم بهش برسین ابتدا تصورش کنین، مدت زیادی تصورش کنین، خودتون رو توی این شرایط قرار بدین. اگه میخواین یه خواننده بزرگ بشین، خودتون رو روی اون صحنه تصور کنید که هوادارا دارن واسهتون تصور، یعنی واسهتون تشویقتون میکنن. و این رو بهتون بگم که جوری نباشه که به خودتون رویا فروشی کنید، اما خودتون رو داشته باشین تو اون موضوع، به خودتون باور داشته باشین. این که نه دیگه من هیچ تلاشی نکنم تصور کنم میشه، خب این یه چیز اشتباهه. اما شما باید تو این مسیر این تصوره رو داشته باشین. خیلی مهمه. حالا یه نکته اضافه کنم که اینطور یه کتابی داره به اسم ناگتس آف گولد، تکه هایی از طلا، که دقیقاً همین حرف عرفان رو کاملتر میزنه. یعنی میگه که have a dream but don't live in a dream. یعنی میگه رویا داشته باشید ولی توی رویا زندگی نکنید. یعنی تماماً باعث میشه که شما یه توهمی داشته باشید که آقا زندگی همون رویایی که من میبینم درسته هست و تبدیل میشه به اون چیزی که شما تو ذهنتون میپرورید، ولی
دقیقاً همون نیست، چون اگه برید نگاه کنید دیوونه‌هایی که تو تیمارستانن اینا همه به قولی انقدر رویا پردازی کردن و همچنان میکنن که دیوونه شدن. و یا به قولی من از یه دکتری شنیدم که میگفت این حالت به قولی دیوانگی برای اونا خیلی مفیدتر از حالت عادیشونه، چون که خب باز اونجا روحشون بیشتر ارضا میشه، چون که خب دارن رویا پردازی میکنن و مثلا میگن آره پادشاه مثلا قراره بیاد با من ازدواج کنه و یه زندگی عالی داشته باشیم، یا همچین مثالایی که قطعا خودتون خیلی شنیدید. خب این تصورات به نظر من خوبه که جنسشون از جنس حسرت نباشه. مثلا تو انگلیسی میگن if I had this، فلان کارو میکردم اگه اینو داشتم. اگه داشتم نباید باشه. من این چیز رو دارم و در آینده قراره باهاش این کار بکنم. جمله هاتون از جنس حسرت نباشه، چون تصور باز هم حسرته، تو آینده هم قراره حسرت باشه. چیزیه که شما خواستید، چیزیه که شما به زبان آوردید. انتخاب کنید. این کلماته که زندگی ما رو رقم میزنه. در ادامه کوین توردو واسه ما چی و اصل چهارم، اصلی که یکم طولانیه ولی خب به نظرم مراحلش خیلی مهمه. اصل چهارم اصل یادگیریه که از 4 مرحله تشکیل شده، که مرحله اولی ناآگاهی و ناشایستگیه، که یعنی میگه چی؟ که یعنی میگه که شما نمیدونید که نمیدونید، یعنی اصلا از هیچی آگاه نیستید، اصلا تو باغ نیستید انگار. بعضی هم قبول نمیکنن که نمیدونم، میگن ما میدونیم، دانشمندیم. آره مثلا بهشون میگه بابا تو باغ نیستی، میگه من چون صاحب باغم. نه بابا تو اصلا کلا نمیدونی باغ کجاست. اصلا این داستانه به نظرم باورپذیر نیست. باید شروع کنید، باید اقدام کنید. و تو مرحله دوم، مرحله‌ای که شما به آگاهی و ناشایستگی میرسید، یعنی اینجا میدونید که نمیدونید. این مرحله یه مرحله بالاتره و خیلی خوبه. اینجا تازه شما آگاه شدید، تازه شما فهمیدید که چیا رو نمیدونید. مرحله سوم مرحله آگاهی و شایستگی. اینجا شما میدونید که میدونید، اما هنوز یه مرحله دیگه به مرحله آخر و مرحله اصلی مونده و اون مرحله ناخودآگاهی و شایستگی. این مرحله‌ای که شما میدونید که میدونید، اما دیگه مغزتون و ذهن ناخودآگاهتون رو حالت اتوپایلوت قرار گرفته و خودش همه اون چیزایی که باید انجام بده خودش به صورت اتوماتیک وار هر موقع که بخواد انجام میده. یعنی اینطوریه که الان یه سوال، تو وقتی بخوای بند کفشتو ببندی بهش فکر میکنی؟ نه، به هیچ وجه. یا اگه مثلا ببرن 4 تا خیابون پایینتر بگن آقا با موتور یا با ماشین یا پیاده برو خونه، به مسیر خونه فکر میکنی؟ نه، چون دیگه انقدر اون مسیر رو رفتی و تکرارش کردی که اون تو ذهنت ملکه ذهنت شده و دیگه نیازی به فکر کردن و اون انرژی اولیه‌ای که روش میذاشتی نیست. و این مرحله خیلی مرحله مهمیه که باید تلاش کنید به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی برسید. خب این چیز خیلی مهمیه که به این ناخودآگاهی و شایستگی برسی، به دلیل اینکه الان میگن که کریستیانو رونالدو چجوری این دیسیپلین سخت، یا افراد بزرگ یا مثلا هادی چوپان خودمون که انقدر خفنه توی مستر المپیا و اینا، چجوری تونستن به این حد از دیسیپلین و انقدر خفنی برسن. خب توی مسابقه‌ای که داشتم میدیدم میگفت که باور کنید من خودم اولا خیلی سختم بود، اصلا نمیتونستم این کارا رو انجام بدم، ولی خب الان رسیده به اون دوره ناخودآگاهی و شایستگی. اصلا انگار این زندگیشه. صبح پا میشه میره باشگاه مستقیم، میاد دوباره میره باشگاه، غذای خوب میخوره باشگاه، فلان کار میکنه باشگاه، توی مسافرتاش هم توی باشگاهست. و این خب یه چیزی نیستش که من با خودم نمیگم که خب اومدم مسافرت برم باشگاه، دیگه با اون ناخودآگاه دیگه میری سمت اون موفقیت و این خیلی واسه شما مهمه به نظر من. این تکراره خیلی مهمه، تکرار و تکرار و تکرار. و این تکرار چیکار میکنه؟ مسیرها و الگوهای عصبی جدید تو ذهن شما میسازه و شما وقتی که اینا رو ساختید، یعنی بعد یه مدت که تازه رو دور افتادید اینا ساخته شدن ولی هنوز اونقدر عضله هاشون قوی نشده و شما باید ادامه بدید تا عضله هاشون قوی بشه، ورزیده بشه و دیگه همونطور که گفتم به حالت اتوپایلوت میرسید. و خب اصل پنجم که مطمئنم اگه بگم همه شاید بگن که خب چقدر ساده بود. اصل پنجم اینه که تو 4 اصل اولیه که ما گفتیم تسلط پیدا کنید. خود کوین تورودو میگه که هیچ وقت دنبال این نباشید که مثلا دیدید که میگن راز لاغر شدن، هیچ وقت دنبال راز یا چیزهای عجیب غریب نباشید. بزرگترین درس ها، بزرگترین نکته ها، بزرگترین پاداش ها و چیزهای خوب توی ساده ترین چیزها
پیدا میشن که اصلا وقتی ما میشنویمشون انقدر عادی و جدی نمیگیریمشون که میگیم بابا فلانی رو دیدی چی گفت، بابا خیلی بابا عقبه بابا. ولی باور کنید بزرگترین چیزا تو ساده ترین چیزا پیدا میشن و کوین تورودو معتقده که دقیقاً و کوین تورودو معتقده که این 4 مرحله یک 4 مرحله کلیه که تو هر حوزه‌ای که بخواید فعالیت بکنید نیازه هر حوزه است و نیازه رسیدن به موفقیت اون حوزه است و معتقده که اگه که شما میخواید یه برج 20 طبقه بسازید باید فونداسیون و پایه‌ریزی ساختمون شما با برج شما قوی باشه و این 4 مرحله یا به قولی 5 مرحله که باید بهش تسلط پیدا کنید دقیقاً همون پایه‌ریزی و فونداسیونیه که باعث میشه شما برجتون 20 طبقه‌ای باشه و مستحکم باشه. وگرنه اگه برجی که بخواد 20 طبقه‌ای ساخته بشه ولی فونداسیونش قوی نباشه قطعاً بعد چند وقت ریزش میکنه. آره به نظر من همین حرفی که زدی 20 طبقه‌ای، خب واسه این راه موفقیت به نظر من به جای اینکه بخواین چیزای بلند مدت بگین که مثلا من مثلا به عنوان مثلا فکر کنین که من دوستم فوتبالیست بشم و خودم رو میگم 20 سال بعد من توپ طلا رو میگیرم. خب این یه هدف گذاری اشتباهیه. رویای درستیه، هدف گذاری اشتباهیه چون بلند مدته و شما قبل اون باید این هدف گذاریای کوچیکو داشته باشی. میدونی چی میگم؟ یعنی هفته اول تو باید هدفت این باشه که باشگاه تو درست بری. هفته دوم باید مرتب تمرین کنی و تمام این چیزها رو با هم پیش ببری و در نهایت اون هدف بلند مدت رو بهش برسید تا اون موفقیت رو داشته باشی. یه حرفی بود که میگفت که شما حتی اگه فیلم بخواید بخورید نمیتونید کامل درسته بخورید. باید به تیکه‌های کوچیک تقسیمش کنید تا بتونید بخوریدش. این حرف هم دقیقاً همون حرف عرفانه. یعنی اگه که 20 سال بعد خودتون رو با اون توپ طلای تصور میکنید، اون توپ طلای مثل همون فیل است، ولی باید اون هدف و اون 20 سال دیگه 10 سال دیگه رو تقسیم کنید به بخشای کوچیک‌تر و اون بخشای کوچیک‌تر رو شروع کنید به انجام دادن. و در آخر کوین تورودو میگه که وقتی نگرش شما درست باشه حقایق به حساب نمیان. حقایقی که ما امروزه دنبالشون میکنیم حقایق عموم و دسته جمعی مردمان توی شهر کشورمونن. یعنی اینو میگه که توی این دنیا هیچ چیزی درست یا غلط نیست. هر چیزی درست و یا غلط از منظر هر فرده. یعنی اگه که من بگم خوشبختی وجود داره درست گفتم و اگه عرفان بگه که بدبختی وجود داره درست گفته. من نمیتونم بگم که آقای عرفان داره غلط میگه، چون به قولی هم میشه اثباتش کرد و هم حالا موضوع دیگه‌ای که میشه بهش پی برد اینه که الان اگه من بگم که آقا میشه تو ایران پولدار شد، من باورم درسته ولی از نظر تو غلطه، ولی تو یه باوری داری که درسته ولی از نظر من غلطه. باورهاست که به جنس رویای ما دقیقاً. واقعی. اول اصلا به هم دیگه احترام بذاریم. باور تو باور منه، حالا میخواد باور من درست‌تر از باور تو باشه ولی به هم احترام بذاریم. هیچ وقت رفاقتتون رو، روابط نزدیکتون رو به خاطر اینجور چیزا به هم نریزید. ولی خب اینو بدونید که هیچ چیزی در این دنیا درست یا غلط نیست. مهم نگرش ذهنی شماست و اگه نگرش ذهنی شما درست باشه حقایق به حساب نمیان. تا درودی دیگر، بدرود.